حضرت نوح دست خود را دراز میکنه که فرزند خود را بگیره به کشتی بالا بکنه به طرف کنعان، یا به روایت دیگر یام. دست خود را به سوی فرزند خود دراز میکنه که را به کشتی بالا بکنه. الله جل مجدوه به حضرت نوح میفرماید ای نوح، ای نوح، او فرزند تو نیست، او فرزند تو نیست. کسی که با ما نیست با تو هم نیست، چون تو با ما هستی. هر که با ما نیست با تو نیست. پس هر که با خداست او با کسی است که او با خداست. عزیز من، اگر کسی با خداست، ارتباطش با خدا برقرار است، او با کسی هم نشینی دارد که او هم ارتباطش با خدا برقرار است. حضرت نوح فرزندش است. الله جل مجدوه برش میگه ای نوح، قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. ای نوح، این فرزند تو نیست، این از اهل تو نیست، چرا عمل صالح نداشت، فرمان برداری از الله نمی کرد، فرمان برداری از پیامبر الله که حضرت نوح هست نمی کرد. این فرزند تو نیست.